سلام، من مستر حمزه هستم. به کانال من خوش اومدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بابا پول میدی آیسکریم بخرم. آیسکریم داریم فعلا. کسکش بابات خارجی بود یا اون ننه لا همیشه سوال بوده چی توش؟ خارکاسه. بابا نگاهیم شدم. حیف آب کیر پیدا نشی بود؟ بیناموس. بابا نشی بابا. این چه سمی بود؟ خیلی سمیه. رفتم پارکور حرکت تو رو خدا بشی نرم. وای خارکاسه چهار شیوید مورو کلمه اونم اینم میکنی. وای کیر تو بچه. وای ما جلوگیری هم کردیم کاندو هم گذاشتیم. دومی چجوری اومد؟ وای اسمای دو کردم نکنه یکی دیگه میزنه. خارکاسه هر روز زدی بابا کیر. بابا پاشو بازی کنیم. پامیشم یه جو میزنم لشی. با یکم پول بیبارا تو چونم فعلا گرمانه. خفه شدم. بچه بزرگ کردیم به شخصای دستمون شد چوب رفت تو چونم. بازم چیز شدم. مادرتون رو گاییدم بی معرفتا. ای چیز توی این زندگی هیچ کس من رو تخم خودش حساب نمی کنه. حتی این کلسیدی گوزو بگیرم خودم تنهایی میرم. اوف ای سب کن ببینم کی و کس داره به کس سلام یادم. آقا شما که تشریف آوردین اینجا شما اومدین پست بکنین؟ راست نمیشه. حالتون بده. آقا الان یه ویاگرا میارم بخوری بتونی بکنی. وایسا بچه این چه سمیه؟ آقا کس برای شما دیگه خوب نیست. ببین تو با اون هسته خرمات پا شدی اومدی بکنی. هسته خورما چی آقا؟ من قشنگ 26 سان کیل دارم. یعنی گلهای قالی رو ببینم گول خورد. من با این همه نوتله با 6 کیلو گیر و خایه همچین ادعایی ندارم. برو میگیرم میکنم اتکون کش. جبسن خدا غفر جبسن روسی نداره. زن روسی نداره. اشکال نداره. ممنونم از حس شهروندی. گرم وظیفه است حسین. متشکرم از این امر اوه سیگاری رو میکشه. خیلی دست در نگو. سیگار نمیگه سیگاری نیست. از این اتاق صدای طلاب طلوب شنیدم. ای خاک بر کله یک کچلت. او به من گفت بیا گاگایی کنیم. گفت بدن رو ببین جون بابا خودتو بلرزون بابا. اما این بانو سلیخا بود که قصد پا دادن به مرا داشت. من هم صدای یوسف را شنیدم که داد میزد و میگفت این مال کیه. من تا کنون با زبان ادب سخن گفتم اما اینها همه کس و شعر تف میدهند. کس و شعر تلاوت نکن. من شاهد دارم. شاهدم همین کودکیست که صدای جغجغش می آید. تو مرا کس گیر آوردی؟ به آن کله واجبی کشیده از سوگن آن بچه را به اینجا بیاوری. جانی بزیده سلام میمون میخونی؟ جان دخترم علیک سلام. نه ما خونه نیستیم خداحافظ. یعنی چه؟ آبمو بیا. نه نمیخوام. آبمو بیا. آقا نمیشه که این فقط آب منو میاره. زنتی؟ آره زن تو گاییده. شمارت باید اون کار نره خود صحبت کنیم با هم دیگه. بابا سمکن بابا پدرتون نکن بابا درواز کن نامتن درواز کن یک خدا خوری نیستم میارم مکان که داری استفاده کنیم که نه مسئول عوض شمارم نرم دست در نکنه پسر. جانکرت ما هستم جان بزرگ مایی بزرگواری پیر بشیش. سلامت باشی ها میاد جوان بودی چطور بله با یکم نه مشخص غروبزا باشی شنگوش میدی. این غذا رو نخور. کوری است. کس که شدی تربیت دل تو شاشی بود غذای من.
عالی جناب، من خودم دیدم که این کسکش چونکشو در آورد شاشی توی دلستر شما. گوه بسیار میخورد، کونش را لخ کرد و رید داخل ظرف. بسیار خوب، هر دوی شما از غذا با دلستر بخورید و الا روی سر هر دوی شما میرینم. تو دیگه مسکی هستی، سیرم تو کیبیلات. من شیر فرهاد بیدم، از برای آمدم اینجا زندگی بکنم. مگه اینجا کسخانه هنگه که هرکی از راه رسید بیاد زندگی بکنه؟ برای اینجا موندن یا باید به من کون بدی یا باید گزینش بدی و قبول بشی. من کون نبادم، درد بدارم. این گزینش هم نبفهمم یعنی چه. ما را همینجوری قبول بکن جیگر. تا سینه این ننه رو میخوای اما کیر بابا رو نمیخوای. یا امتحان میدی یا تکش بذار یا بذارم دمیونت. مرا نبکن، من گزینش بدم و پرس. فلسفه درز مقعد چیه؟ خب برای اینه که ازش برینی. ایوه حالمو بد کردی کونکش، اون از بس شیرینه ترک خورده. سال بعدی این جمله رو تکمیل کن. آدم عاقل از یک سوراخ دوبار نیش نبخوره. از یک سوراخ نمیگذره. خب اینا رو که بلد نبودی 3 بار پشت سر هم بگو کو سوزن من. ای که کاری نداره. کو سوزن من. این خود دلستره، سر برم. تو خورکاسکش آخرش کنی. تو قربان چاه دستشویی خراب بود، مجبور شدم داخل ظرف شما برینم. خواهش میکنم نکنیدم مرا. نه من خواهی این کار را ندارم. از من نخواهید که این کار را بکنم. چوب در کون من میکنن. نه نمیتوانم. نه اگر این کار را انجامش ندهی خودم میکنمت. خشک خوش بدون روغن. بیناموس بسیار قیافت کیری شده. جه عالی جناب، دلیلش جغ است. کس مادرنگ، مگر این کس دست روزی چند دست میزند؟ سرورم، بی کسی است و بی کسی، شغدرد است و جغ دوای آن. اینو نخون. عالی جناب، ایشان کسمدنگ سفره‌دار مخصوص فرمانروا آمنگشاد هستند. درود بر گشاد اعظم. درود گشادان بر تو باد. ایشان از خایمالان راستین ما هستند. من همیشه ایشان را در حال خایمالی در اینجا دیدم. خایمالان در جهان صنعتگرند. آن کس که نمولد بشر نیز خر است. هر کس که بمولد شود برخوردار. آن کس که نمولد لبش خشک و کونش تر است. عالی جناب، من میخواهم لبم تر باشد نکونم. هر چه بگویید انجام میدهم. خواهش میکنم بگویید به من. فرمان روای تو به ما گفته است کله گیری. ما به عنوان انتقام میخواهیم که تو در ظرف غذای او برینی. نه آروم باشی مادر آقا، آروم باشی. آروم مادر کسه بزن به چاک جزام یه خاک کسه بزن به چاک. گریه نکن مادر کسه. چون اینقدر ضربه روی به تو وارد آوردن، اینقدر سرکوبت کردن، بچه من دوست دارم. من هیچ کدوم ای کس شعرهایی که میگین مهم نیست. ابولا بیاد، کرونا بیاد، پدوم کنین، اسهال بگیرید، جیر خرکاز ننتون، هرچی بیاد، کسی که نیاد تا دست میکنم تو چونش. غیبت و سپس حذف من کلاس هم تشکیل میدم. خره کیه این؟ ولا رو میبینیم همین از پهنا تو کونت. گوشت با منی یا نه؟ هر جای دنیا باشی پیدا میکنم.
من اینقدر اون خواهم کرد که تو مادر کسر پیدا کنه مادر قهوه خواهد کسر مادر قهوه مادر کسر کشکش و جهانگرده بزرگ مارکوس پولو پس از سالها به شهر تخمی ما بازگشته است. چه به رویمان آورده ای مارکوس؟ مردان این شهر سالهاست که جغ نمیزنند. محصولی شگرف از ایران زمین به نام پرجغ. با این شامپو روزی 85 بار بزنید. من استفاده کردم آلیس. من نیز همینطور خیلی کفولیز میکنن. اشمون دریز مارکوس مردم این شهر مدت هاست که جغ میزنن. اکنون بیا با هم برویم جغ بزنیم. پرجغ بی جغ سرمی دوباره بریم. خانواده آدم به من میگن گرگ بیارزه. نه کیرتوش یادم رفت و یه کاری کنم خانواده آدم سرشونو بالا بگیرن. آخه چون فستا تنها کاری که میتونه بکنی که خانوادت سرشونو بالا بگیرن اینه که بگی کس ننش که زمین نگاه کنن. کس ننت من شب ثابت بچه ها لایک فراموش نکنید. کنم که میتونم این مشق رو تمام کنم وگرنه اینو میکنم تو چونم. خب برم وازلین بیارم. بسه اینقدر جغزدی کچل شدی دوست داری همه بهت بگن کچل جغی؟ کی حرفو زده؟ کی توخ کرده همچین حرفی بزنه؟ من اگه یه روز نزنم میدونی چه بلایی سر تخمای نازنینم میاد؟ میترکه. ازم بچه کار کن سحسا اون کیریه ای تق و توق صدا داری میدی. تو چکتو نشون بده من میزنم توش برات بیناموس به کیر اوزار که حسابت ناراحته. حالا بیام جلو خودت زنته بگم ها؟ بچه ها لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. Let's go.